نه خیلی ما سوهای متخصص هستیم. من فکر میکنم که سوالشون درباره بیماری‌های پنومونیا التهاب شوش. اینا اون همین است که بر اساس بیاد یعنی استخراج بدهی میشه جو که بیمار شدیم. سوال دیگه در مسئله همین نارسایی دکتران و همشیرهای که در حال حاضر چقدر است و این مشکل چگونه حل کرده میشه. سوال آخران ما در مسئله همون سرطان‌های درباره بازداشت شدن نسیم مولوزودن که آیا در حقیقت همین چیز بود نبود، بازداشت شده بود، نشده بود و اگر شده بود مثلا پرونده است علیه بود و چی میکنم؟ تشکر زیاد. من از سوالش سری شما سر میکنم. در اینجا باید نسیم خوجایش بوشان نیستن نماینده. سر ما ساعت 8 یک جلسه گذراندیم با اشتراک بواسطه مرکزهای علمی ساختار وزارت تندرستی در همه جلسه نسیم خوجایش اشتراک دارند. اوید بازداشت این وزارت تندرستی یکم اطلاعات ندارد. همون اطلاعاتی که در صفحه های اینترنتی بود ما همون روز با راهبر این مؤسسه هم صحبت بودیم و در جای کار فعالیت داشتن، فعالیت میکردن. بازداشت این یکم معلومات وزارت تندرستی ندارد. وقتی که ما در اون صفحه های اینترنتی دیدیم حتما تلفن کردیم و کسا در جای کاری فعالیت داشتن، کار میکردن. مسئله دیگر مسئله نارسایی کادری در حقیقت شما درست قید کردید. امروز ما در عموم یک اطلاع مفصل پیشنهاد شما میکنم به خاطر که باید این وقتی اون راسته است که این مسئله علاقه مسئله های مبرم ساحه نیست. امروز در جمهوری 21616 کارمندان یعنی طبیبان فعالیت دارد. من خواهش میکنم که رقم را درست نویسین. اگر برای سنجش باشد ببینید دیگر 21616 تا طبیبان فعالیت دارد. 62485 همشیره های تیپ. نارسایی کادری در عموم 1966 طبیبان، 387 کارمندان میانه تیپ. اگر با در ولایت ها در مؤسسه جمهوری وزارت تندرستی 154 متخصص، 75 همشیره تیپ. در ولایت سوق 533 طبیب، 75 تا همشیره تیپ، 72 همشیره تیپ. در ولایت خطان 720 کارمند تیپ، همشیره تیپ علاقه پرابلم نیست. در ولایت مختار کوهستان بدخشان 24 طبیب، 8 همشیره تیپ. در مؤسسه شهر طبی جمهور 343 طبیب، 147 همشیره تیپ. در عموم اگر در مؤسسه های اداروی دیگر وزارت اداره در نزد خود گوسپیتال دارند 153 طبیب، 105 همشیره تیپ. در عموم نویسین 1966 طبیب، 387 همشیره تیپ نورسایی. امروز در دانشگاه ها در دانشگاه دولتی طبی 12631 دانشجو، در دانشگاه طبی خطلون 10248 دانشجو، در دانشگاه ملی 4677 دانشجو، در دانشگاه طبی اجتماعی 10610 ختم باشد. در کالج های طبی باشد امروز 68428 دانشجو. امروز در دانشگاه دولتی طبی در عموم 10075 ختم کننده در سال 2024. در دانشگاه طبی خطلون 384، در دانشگاه ملی 394. در عموم 2488 ختم کننده. اگر من در دانشگاه دولتی طبی 2075 گفته باشم با ختم کنندگان خارجی که دانشگاه دولتی طبی را ختم کردند، از دانشجویانی که محلی یعنی شهروندان جمهوری تاجیکستان است 1708. همین 1708 384 394 در عموم 2486. مسئله دیگر عین زمان در جمهوری 542 نفر در کورس سمت اینترناتورا فعالیت دارد. 1230 در اردیناتورا. اینها یعنی اردیناتورا بعد یک سال تحصیل 542 نفر علاقه از سال 2023 ختم کردند. 1230 نفر اردیناتور کلینیکی از زمینه بعد دویم سال ختم میکنند. ختم کنندگانی که این سال ختم میکنند آنها در رفته در سطح اینترناتورا اردیناتورا فعالیت میکنند. علاقه اینو در سال 2025 با راحت وزارت تندرستی رفته فعالیت میکنند.
хатм канандагони соли 2024 дар умум 393 нафар бо бюджети давлатӣ, 130 нафар бо квота. ана шумо андеша кунед 393 нафар, 130 нафар онҳо тибқи роҳхати вазорати тандрисӣ аз кадом шаҳр ноҳияе ки бошад ҳамунҷо рафта бояд фаъолият кунанд аз нигоҳи чӣ ҳамун ихтисосое ки дар ҳамун шаҳр ноҳия намерасад.